ما لوری گپی زنم سی که 4-5 سال پیش متوجه وابیم که بعضی احساسات مثل عشق و عصبانیت و ابراز علاقه نه فقط به لوری ایترم او چیزی که واقعا حسی نه بیان کنم. من به زون لوری گپ میزنم به خاطری که زون لوری زون مادریمه و زون مادری وطن اول آدمه. افتخار میکنم که دونه با زبان کمانچه و بلید و مفرق صحبت بکن، زبان قومی که 7000 سال خدمت داره و قومی که ریشه در اصالت ها دارد تأثیر بهتری ری خوصله و دونه ارتباط بهتری با جهان اطرافش داشته. ما لوری گپی زنم سی که لوری زون احساس منه، مخصوصا اشعار لوری. هر جا نشستمه، هر جا بریسامه، تا یاری دارم وش افتخار کردمه. سی که حالی میکنه چه بیمه، چه حسمه و چه جایگاهی منی ولارت اروپا دارم. مزونی که دیم یایم دایه هیچ وقت نیره با هوشم. بانگ رویت با هوشم نیره دا کیای تو با هوشم نیره. مولوری گپیدم سی که مهر ننه ولری و دلم نهاد بابی ولری زون وفاداری اسیم. مولوری گپی زنم سی که دل میخوام والا همیشه خنابه فلسفی بویا بگه چون اصالت من افتخاری کنم دل میخوام لوری گپ زنم حتی با کسی که فارسی گپی زنه همیشه میگه حاجی این چی میگه من نمیفهمم دل میخوای خواست برای لوری یاد بگیری که بفهمی والا حالا شوخی من جدی نگیرید. من لوری گپی زنم سی چه عاشق زبان مادریمم و این زبان باعث آبی چه من راحت تر بترم با عزیزالم ارتباط بجرم. من به زبان لوری صحبت میکنم چون وقتی خواهیم یه تعریفی داستانی سی همزبونی تعریف کنیم خیلی قشنگتری بود که لوری تعریف کنیم تا بخوایم زبان دوم استفاده کنیم یا فارسی. زون مادری ما زون لوری فرهنگ اصالت و احساس منه و هرگش نیل هم رو بکوری زدا بویل لرزه و تمنا دارم که لوری وانم بچه اصلا بمن. ما لوری گپ بزنم چون که لوری با ما هویتی ده هنی که هر کی با ما لوری گپ بزنه احساس اعتماد و صداقت میده چون فکر کنم که با ولات دیمو گم اومده و مثل همینطوری که الان به بچه دادوکتایل لوری گپ بزنم به بچه‌م دارنده لوری گپ خواهم زن. و زون لوری گپ بزنم سی که زون لوری هویتمونه و آدم و زون داییست تره بهتر احساسات خودش بیان کنه. زون اصلی ما لوریه، زون مادریمه، همیشه خدا وش افتخار کردمه. زونیه که منش احساس راحتی دارم، راحت تری ترم مزاح کنم، احساس رو بیان کنم. بیتره خشم بود، عصبانیت بود، احساسی بود. راحت ترین زبونی که معمولا انتخابی کنم سی بیان احساسات لوریه. ایما و زبون لری گپی زنیم سی که نیخیم زبون لری بمیره.